ای مردم، این شما هستید که به خدا نیاز دارید و این خداست که بی نیاز و شایسته ستایش است. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و مخلوقاتی جدید به وجود میآورد و این کار برای خدا دشوار نیست. بگو حقیقت این است که فقط الله یگانه است. الله سروری است که همه در نیازهایشان به او رو می کنند. نه فرزندی به وجود آورده و نه از پدر و مادری متولد شده است و هیچ همتایی ندارد. وبسایت آموزشی فنون عمران. آموزش پروژه محور تخصص ماست.